خب این خودرویی که می‌بینید در حال حاضر قوی‌ترین خودرو تولید داخل ما هست. سورن پلاس EF7 توربو گازسوز قرار ظرف 6 ماه آینده به بازار عرضه بشه. موتورش همون EF7 توربو قدیمیه اما گازسوز. همونجوری که میدونید این موتور پایش بر اساس سوخت گاز طراحی شده. الان میتونه 166 اسب بخار قدرت و 250 نیوتن متر گشت‌آور تولید بکنه. خب یعنی یه جورایی از موتور EFP هم قوی‌تر این موتور، فقط همون توربو قدیمی که رو گاز بردنش. جالبه. خب ظاهرش همینه، قراره با گیربکس 6 سرعت دستی به بازار عرضه بشه و اینجا میتونید مخزن گازش رو ببینید. خب این وقتی که میره رو حالت بنزین این اعداد کاهش پیدا میکنن، میشه 128 اسب بخار قدرت و حدود 180 نیوتن متر گشت‌آور و این نشون میده که وقتی یک موتور رو برای سوخت گاز طراحی میکنید باید با همون سوخت کار بکنه. داخل خودرو هم این سورن EQ7P هست که الان اومده از سورن پلاس، فقط خب گیربکس 6 سرعته دستی شده و اینجا میتونید دست دندش رو ببینید. اینجا میبینید که دکمه کنترل پایداری اضافه شده. خب دیلایت داره، چراغ پوزیشن داره، سیستم پایش فشار با تایرها رو داره که روی مانیتور نمایش داده میشه، ولی داخل خودرو همونه. این خودرو در حال حاضر میتونم بگم قوی ترین خودرویی هست که داخل کشور تولید شده و خب سوخت گاز خیلی سوخت پاکیه.